گذارید بیاستیم آنها را احاطه کنید گذارید به این طرف به این طرف گذارید گفتم ایستید آنها را احاطه کنید یعنی به این طرف براید به این طرف به این طرف براید نگویم از ما چه میخواهی؟ تو کاردار نشد سینان اینجا آنها را رها کن سینان یک طرفی سینان کاردار نشد نگویم به این طرف سینان به این طرف گذار بس کن سینان به خود بیا کاری ندارم دکتر سینان بس کن آنها را بگو روان سینان با او دست نرسان دفت کنه دورا برای دورا از اینجا زود بره دکتر کاردار نشو به این طرف گذر زودتر سینان بس کن این جوانها رو رها کن التجا میکنم جوانی احمق عجلت رسیده است یعنی گم شو برو دفت کنه گفتم التماس یعنی گذرید به این طرف زودتر به این طرف گذرید گفتم زودتر سینان نپرو سینان التجا میکنم سینان نپرو التجا میکنم نپرو سینان التجا کلماتون رو خونید نپرونم یعنی این دختر را گرفت دختر این طرف گذار این طرف خواهد نشود گوش کن دکتر این چوپانت را گرفت از نظرم دست شو وگرنه او را هم میکشم کنی زودتر دکتر مرا رها کنید التجا میکنم مرا باخود بره دکتر التجا میکنم مرا باخود بره زودتر باشه مرا تنها نگذاره تو خواهری من هستی ایست چرا به این کارها دست میزنی کبزن چطور با این خواهینان همکاری میکنی برفیر تو چیکار کردی؟ خواهرم رو کشتی گوش کن که چه فرمانی کشتنی خواهرت را پدر داده بود من تنها اجرا کردم دختری احمق یک طرف ایسته چرا بسرت بلا میخوری
برفین مرا کش خودت مرا پرون مرا کش برفین کش اما مانده هدفی نیست یعنی خیز از جای است خیز رو گیره دیم رو کشا با تو بگویم احمد کنی خیز از جایت کاری شدگی شد راگرد رفتیم کچا رفتیم حالای زیلو لبای دیلو از دیشب باز در اینجا نشسته اید و خانه‌تان رفته کمی استراحت کنید و هیچ کجا نمی روم تا دکتر نهایت نمی روم دیلو شما بیهوده غم میخورید آقای طاهر و الدا آنها رو کیها به اتوبوس سوار کرده گسیل کردند چند ساعت گذشت نآمدند انیق چه واقعه شده است وگرنه کیها می آمدند باید خیل باشه کنی زودتر راه گردید خیز ایسا با من نرس بیا کمک کنم نرس گفتم چرا ایستادید آقای دکتر؟ اکنون چطور به نزد خلای زیلان می روم؟ واقعا رو با او چطور می فهمونم؟ آخر گناه شما نیست که آقای دکتر الان آمدند صد شکر که برگشتید پسرم آنها را گسیل کردی پسرم و شهر رفتند چرا خاموش ایستاده ای پسرم یگان واقع شد چی واقعه شد آقای طاهر؟ سینان با سلاحدارانش ما رو دستگیر کرد فرهاد و بدریه رو پراند چی؟ خدایا تو چی ها میگویی پسرم؟ خدایا توبه آنها چه خیلی انسانند حتی وحشی ها همین کارا نمیکنند این خائنه ها رحم و شفقت ندارند خدیجه در کجاست؟ دخترم در کجاست و دخترم چی شد؟ نمیدونم او را با کجای بردم وای کی می آید؟ شعری کوهسار سینان می آید
خوش آمدی سینان، خوش آمدی. خوش باشید جناب صبا، خوش باشید. خوش آمدی، خوش آمدی. خوش باشید. وای 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 وای. وای 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 وای. افسوس، افسوس این جوانان حیف شدند. کارت را نظم انجام رساندی سینان. میدانم جناب صبا. آن دختری دیگرش کجاست؟ در همین جاست. کنی او را بیارید، بیارید. جسدی پسر رو در مزار ده همونید. صاحبانش آمده برند. خطی چرا باشد؟ با جسدی بدریه به مسودیه. اطاعت جناب. خوب شده است. کنی بیایید به درون درایم. رفتیم. خوراک تیار است. بیایید. رفتیم به درون. مجده جاوید، مجده تو هم رو. خطیچه رو با موسی سپار. یگانجا غیب نزده زود در وقتش رسیده بیا. مرا فهمیدی؟ مرا به این کار همراه نکنید اپا. بس کن. مگر من کی و چی بودنش رو نمیدانم. بهوده گپ نزن. هرچی گفتم همان را میکنی. یا اینکه با فرمانم زیر میبرای مجده؟ در قانونی ما مادر پدر اپا نیست. رفته وظیفت را اجرا کن. اجرا میکنم سینا. زود باش. کنی به درون درآید. خوب شده است سینان. کنی بیاید. کچه کچه تو چرا ایستاده ای؟ مگر نشونیدی؟ جناب صبا ما را ضیافت داده است. من با قاتلان خواهرم نمیشینم سینان. یعنی خانم کچه آدم شده است تو از ما حساب بپرسد. تو رفته از پدرت حساب پرس. خواهرت را او کشت. اما کلنگ رو تو زیر کردی. ما برای مردم مبارزه میبریم یا اینکه برعکس خدمتگاری پولداران و نامردم شدیم. روز مرا هم برای پول شده میپرونی. احمق، تو میفهمی چی ها گفته ایستاده ای یا عقلت را گم کرده ای؟ اگر این طور رفتن گیرد عاقبتت تماما خوب نمیشود. دانسته باش. مایلش اکنون به خانه درآ و جناب صبا ناحرمتی نکن. مایلش خودم رو آرام کرده میگویم. فقط زودتر ما را انتظار نکن. من بچی بطلق غوطیدم. این چه دعواست، این چه جنگ است. دخترکم بدریا. ایستا با کشا. چه روزم سوری مکتب آقای موسا. چرا این جوانان رو نبودنه؟ چرا؟ از مروفیلتون رو گیریم. خودم این دختر را برد. از نظرم دور کنید. سرید منو. این طرف. من زودی. داغیگاه نکن برفی. من از اینجا بر. التماس منو برفین تو در اینجا چی میکامی؟ برفین گردن نیست مرا گوش کن. مادرت در خانه من است. اگر او رو دیدم خواهی رب از نزدم رب. برفین خطیچه رو دیدی دکوی زکو؟ دیدم زلال. او را به موسی سپاریدند. خطیچه اما برفین هم در آنجا بود. چی؟ برفین در اونجا چی میکند؟ یا این خطیچه رو او آورد؟ من چیکار کنم؟ احوالم بد است. هر دو دخترم را از دست دادم. من چیکار کنم؟
آنها رو چیدم رها کنم. آخر زورم به کسی نمیرسد. موسی دختری خودش رو کشت و خدیجه ای مرا برد. آروم شوید خالای زلال. نه، من خدیجه‌ام را به موسی نمیدهم. رفته دخترم را میارم. خالای زلال، عقلت را کار فرما. خانهشان پوری آدم است. همه خویش و تبارشان جمع شدند. جان دخترت را در خطر نگذار. کمی صبر کن، یکون علاج میابیم. من باید دخترم را نجات دهم. خالای زلال، پسرم از برای خدا او را نگه دار، وگرنه او را میکشند. اما کسی خروس میگویند به اونجا نروید خالای زلال. نروید گفتم آسان است. فرزندم اونجا، جان و جگرم اونجا. خالای زلال، جگرم میسوزد. مایلش گیره نکنید. بیایید همراه رفته بویگون رو خدیجه رو از اونجا میگیریم. رفتیم. محمد زکا. لبای جناب. اونها خوراک خوردن؟ خوردن جناب. تازه شدنشان خوردن. بردارید زودتر. یک بود را پر خوردیم. آش شود پهلوان، آش شود. بعد از نبیره آقای زینال رو دزدیدنمان تمام ولایت به پا خیسته است. سرداران قبیله های ولایت با آقای زینال یکجا شده بر ضد من دشمنی را سر کردند. حتی در وقت بابا ابراهیم هم چنین نبود. رو آخر جناب سبا کودک را دزدیده بر عوضش پول طلب کردید. طلب کردم، اما این خیلش تا حال نشده بود. باید یکون کاری کرده خودم را سفید کنم. چقدر سفید میکنید؟ کودک مرد. این کودک بلای جانمان شد. او را به قبرستان برده به سرش یک تیر پران نیست و نابود شود، از او خلاص شویم. گریه نکن گفتم. نپرانم. باید کودک را از آنجا گیرم. خودتون رو چقدر سفید میکنید؟ اگر راضی شوی در خصوص دکتر یک فکر دارم. دکتر در اینجا چی دخل دارد جناب؟ اگر مادر دکتر در دستمان نیست، اگر او را با خواهش من به دکتر سپاری خیلی خوب نشود. چرا مادر دکتر را باید رها کنیم؟ اگر گویند که برای رها کردن این زن جناب سبا التماس کرده است، خوب می شود. بعد آن روزنامه نگار را جیغ میزنیم، رها یافتن زن را به نوار میگیرد. با این راه مناسبتمان هم با دولت و هم با مردمی منطقه خوب می شود. همین طور خلق دکتر را دوست می دارد. میفهمی سینان؟ چی گویم جناب سبا؟ لپتون راست. این طور باشد باید مادر دکتر را از سرحد گذرانیم. با تو فرزندم. تشکرم جان. بیایید خالای زلال.
چرا آمده؟ چی میخواهی؟ برای بردن خدیجه هم اومدم. خدیجه را فراموش کن. خانه خدیجه اکنون همینجاست. دخترم را اینجا نمیگذارم. به من گوش کن. برای این دعوا خونی زیاد گریزاندم و تو نیز رحم نمیکنم. رو از اینجا. کاری کردتون جنایت است آقای موسی. خدیجه رو بزدوری داشتن نمیتوانید. تو خودت کیستی ها؟ چرا به دری خانه من آمدی؟ در اینجا چی میکنی؟ چرا به این کار دخالت میکنی؟ روید تب شوید از اینجا. میلش موسی، از برای خدا ایست. بگذار گفته تو شود، دیگر خون نریزم. روید از خانه من. تب شوید. دیگر پایتان رو به اینجا نگذاره. رفتیم پسرم، رفتیم. روید تب شوید. خدیجه چی میشود خالای زلال؟ اگر جنجال برداریم خون میریزد. برای خودم نی. جانی تو رو در خطر گذاشتن نمیخواهم. یعنی از خدیجه دست میکشید خالای زلال؟ چیکار کنم؟ خدا بزرگ است. البته برای خدیجه را نجات دادن مدد میکند. رفتیم. کچه مادری دختر رو به قرارگاه چقیشای بیار. من بچه ها را جمع کرده به آنجا می آیم. خوب شده سینان. رو شما سینان من هم با کچه رو می شود؟ نمی شود. تو با من میمانی رجده. شما هر دویتان با کچه می روید. فهما؟ اطاعت سینان. کنی زود باشید. رو کچه. سینان. همه کی زن را آوردیم و شما میدیم جناب سبا. میدونم که این کار با تو پیسم نیست. چون که دکتر دشمنی تشکیلات از جناب سبا. میدونم اما کارو برای فایده دکتر نمیکنیم. برای منفعتمون دشمن رو استفاده میکنیم و تمام. شما را فهمیدم جناب. چی گپ شد آقای طاهر؟ نشد. خدیجه رو به خونهشون آورده نتوانستیم. پای خدیجه حیف میشوند. خاله زلال در کجاید؟ به خونهشون بردم. احوالش خوب نیست. زیق نشوید. شما کاری از دستتان آمده رو کرده ایستادید. نتوانستم دیلا. اکای یاشر آوردن. آقای سلجوق درباره شما مقاله نوشته است. در شرایط بدی دهه دوردست دکتر طاهر نقطه طبی و مکتب تشکیل کرده مشکلی های پیش آمده را با موفقیت حل کرده ایستاده است. در این جای ها مشکلی ها چنان زیادند که درباره موفقیت گپ زدن آسان نیست. کچه بیا کم دم گیره. راهمون دراز است. نقمه نکنه راه گرده. از تشنگی مرده. اوه آنها در راه جای خونه است. کم دم گرفته آب نوشیم نمی شود. نمی شود. کمی راه گرده. چرا نمی شود؟ تنها 2 دقیقه وقت رو می گیرد. میلش روید. رفتیم. از تشنگی منم. مادر جان ببینید که ها میآیند. مادر جان من میترسم. آنها سلاح دارن مادر جان. میترسم مادر جان. آنها دمانی تشکیلاتن مادر جان. آنها ما را میکشند. میترسم. بیا زودتر به درون درون دخترم. ایستید صبر کنه. ما فقیریم. در خانه همون چیزی نداریم. آب نوشیدن میخواهیم. چی؟ آب هم ندارید؟ من به سلاح به دستام آب نمیدهم. روید از اینجا. به فکرم تو از جان از سر شده اید. اگر مرا کشید هم پاره کنید هم من به شما 1 قطره هم آب نمیدهم. همت رو گیر. روید از اینجا. این دخترت است خیلی زیبا بوده است. جوان بوده است. لیکن دیر پیر جوان نمیبود. این طرف گذار.
ایستید چیزی خواهید میدیم فقط به دخترم نرسید ایستید التجا میکنم ایستید التجا میکنم ایستید به دخترم نرسید برایید از اینجا برایید التجا میکنم برایید خوراک رو گرم کن دخترم زودتر خورده نیست شود حاضر مادر جون خوراک را تو تیار کن دخترت اینجا میماند حیوان ها روید از خانه ای من رفت شده نرسید به دخترم نرسید به دخترم داد نزد مادر جان باش داد ماچی شد نزد صدایت را نبرار صدایت را نبرار نگویم نرسید پیش از خوراکی گرگان و لاشخوران شدنم از آنها گریزم بهتر است فرصتی موافق نجادید التجا میکنم سردید منو چیز تو میگویم دختر رو سر دهید به ناموسا که چه تو کدام نسا با دختری مردم کارت نمانده است دختر رو سر دهید گفتم سر دهید کار خودم سر دهید ابلاها سر دهید بیا خیز آرام شو بیا همش میگذاره بیا خیز آرام شو شد از اینجا گریز از اینجا گریز گفتم تشکر ابا جان خدا از شما راضی باشد مادر جان خیزت مادر جان خیزت با شما چی شد خدایا مادر جان شماده خوش باشید روید از پس کارتان شوید کنی همه جورهای خود رو روید تو باشی برای ما چای بیار گفتم که از پس کارتان شوید چی شما دیگر کار ندارید سینام باید یک چیز رو گویم کنی گفزن چی میگویی سینام که چه خواهینی کرده است احمق چه خواهینی از میرزا پرسید در کجاست گوی بیاید نمیتواند مجروح است مجده با من بیا شما از پس کارتان روید های ابله گفزن کودک رو پرون گفته بودید خیر میخواستم فرمانتان رو اجرا کنم اما کرچه از پسم اومده بر سرم زد کودک رو باشد برد تو چی ها میگویی؟ اگر از پست زده باشد از کجا میدونی که کیچه بود؟ وقتی زد افتیدم اما از روش نرفتم دیدم که او کودک رو گرفته رفته ایستاده است یعنی کودک رو گرفته گریخته است باز با ما خبر نداده است که چه احمق که چه ابله که چه بی عقل نترس او را از همین جا یافتم تشکر اگر تو نمی بودی کودک میمون هر روز با راه دیگر میرفتم امروز خودم نمیدونم چرا با این راه اومدم ناخواسگیری‌اش رو شنیدم کار خدا را بینید گوشت خوک حرام است چند بار گویم مژده اسلام نیست مسلمانی نیست ما در دین تشکیلاتیم این طرف نگوی که چه ما مسلمانیم چه مسلمان مسلمانی گفته دست باز که خلق ما رو اسیری گریه نکن خواهرم بین خدا فرزندت رو به تو برگردان او را صبح یافته بودم اگر نمیافتم حالش بد میشد شاید میمرد کعبش هم بلند است باید او را طبابت نمایی کودکت بیمار است بیمار است او را به نزد دکتر میبرد
خیر من رفتم روم. شکر گوی که کودکت زنده است خواهرم. زیب نشو خواهرم. همش خوب میشود. خیر خواهرم. خیر. خدایا تو رو شکر میگویم. مرا ببخش. فریب خوردم. بازی چیان بدینان شدم. توبه کردم. دیگر به آنجا بر نمیگردم. این را تو گیر. ندونسته اون سنجیده که چرا گناهکار این را هم گیرید. تو را چی ادوکاتی که چه تعیین کردند؟ دیگر چی جایی سنجیدن مانده است؟ سینان یک زخمی رو میارن. چیگر زخمی؟ او را دارید. دارید. به این طرف بیارید. بیارید. خوابانید. خوابانید. و تو چی شد؟ این چه حال است؟ ما را کچه پرون سینان. کچه پرون؟ زکی مرد. چی؟ چرا کچه شما را پروند؟ از تو میپرسم ابله. چرا کچه شما را پروند؟ گبزن آخیر از تو میپرسم. سینان بس کنه. گبزن. او مرد. گیرید. او را برده گل کنید. گیرید. بعد کو پوشت را یک و یک کافته کچه را یابید. کچه را نیافته بر نگردید. روید. کچه احمق، کچه ابله، کچه خائن. تو را میکشم. آتش میزنم. سینان کچه را از کجا میابید؟ از کجا میشد؟ مادامی که کودک بیمار است آن ابله کودک را به نقطه طبی میبرد. همشیره دکتر در کجاست؟ آقای طاهر. چی شد دیلو؟ کچه؟ این نبیره آقای زینب است. حالش خیلی بد است دکتر. کودک رو گیر دیلو. زود همون داروهای لازمی رو بیار دیلو. حاضر میورم. کودک صحت میشود دکتر. نمیدونم. سینون میدوند که تو کودک رو دزدیدی. نمیدونم شاید فهمیده باشد. کچه احمق، کچه احمق. همه اتون آماده باشه. به دستم افتی پوست میکنم. همه آماده است سینون. تو و تو اینجا بیایید. نباید سینون. کاری با آخر نرسیده ای که چرا میکنید؟ از حد گذارید. مادری دختر رو به قرارگاه چخشی بیارید. من با اونجا میآیم. اطاعت سینون. روید. من گوش کنید که چرا زنده میخواهم. فهمیدید؟ زنده. اون نباید با آسانی بمیرد. آنقدر عذابش میدیم که مرگ را آرزو میکند. کنی با پیش. رفتیم. همتون از پسی من رفتیم. انشاءالله به دست نمیافتی که چرا. دیلو حرارتش رو سنجیده باز به او دارو ده. منش آقای طاهر میدیم. کچه با این کارات فیروری تشکیلات شده. بله همین طور است آقای طاهر. اکنون چی کار میکنی؟ پیش از به دست سینان افتیدنم به سربازان تسلیم میشوم. اما این رو چی تلق کردنم رو نمیدونم. برای بنازی سربازان رفتن کمکت میکنم. چی کمک میکنی؟ دیلو لبای دیلو الدو رو یافته میتوانی. بعد به سربازان زنگ زده وضعیت رو فهمون. خوب شد است آقای طاهر. دیلو کسی در اینجا بودنی که چرا نفهمد. خواطر نشوید. کنی واقعه های دیشب رخ داده رو نقل کنه الدار؟ مایلش نقل میکنم. اول تو این را دار. این چیه؟
تو چیکار کردی خانم خیزبان؟ این آخرینش بود. اگر ده به روشنایی ماند جوابش را تو میدی. فهمیدی؟ روشنایی رو منو گمسن الدا دیشب چی شد؟ با دختر همراه بودنت رو میدانم. از پیشم رو کنیگوی خیلی چرا چیکار کردن؟ جانکم آخی تو همه چی را میدانی سیکو ها. الدو چوفان الدو یک لحظه با بیرون برو. مایلش حاضر می آیم. انا آمدم. چه گپ باشد؟ بیو لبای خواهر جان. آقای توهیر مهمان دارن زود به نزدشون برو. مایلش رفتم. چی گپ شده است؟ او با کجا می روند؟ به نزدی آقای توهیر. آقای توهیر؟ تو با کجا؟ تو با من بیو به خونه شما می رویم. چرا باید به خونه ما رویم؟ باید زنگ زدم. با کی زنگ میزنی؟ به سربازان. برای چی؟ رفتیم قیزبان چرا اینقدر سوال میدهی؟ پدر؟ چی میخوایی؟ بخیر است دیلو؟ باید زنگ زنم محمد که شهباز. مرحمت بخیر است دیلو سر سیما می نمایی؟ با کی زنگ میزنی؟ با سربازان زنگ میزند. چی واقعا شده است؟ یگان مشکلی دارید؟ بله محمد شهباز. درو قیزبان اینجا بیا. چی شده هست؟ صبر کنید پدر حوصله میفهمم. باز گپ درباره این تشکیلات نباشد. الو با این چی شد؟ چی شد؟ یک بار از کار ماند؟ نخود کار میکرد؟ در حقیقت صدا نمیبراند. چی شد از زودتر بخیر است؟ تلفن از کار برآمده مکی شهباز کمی پیشتر کار میکرد. دایم همین خیل از دیلا در وقتی ضروری از کار میبراید. آقای توهیر چی شد دیلو؟ متاسفانه تلفن از کار برآمد به سربازان زنگ زده نتوانستم. اکنون من چیکار میکنم؟ سینان مرا پیش سربازان مییابد. ایست آروم شو کچه تو رو پنهان میکنیم بعد الدو رو به نزد سربازان میفرستیم. انا آمد. ایست آروم شو شاید آقای زینال باشد. شما در اینجا ایستید. ایسا تو با من بیا. خوب شد است آقا. آقای زینال آمدند. نترس کچه. آقای دکتر نبیرتون در همین جاست آقای زینال. انا ببینید. پسرم نبیرم محمد صحت می شود دکتر؟ انشالله می شود خواهدیم نشوید. نبیرم را چطور یافتید؟ این خواهی در اینجا چی میکابد؟ آقای زینال ایستید. نبیرتون رو او آورد. شما چه خیلی انسانید؟ کودک شیرمک را دزدیده باز پول میخواهید. شما یگان قطره رحم دارید. این چه خیلی دوا بوده است. آقای زینال آروم شوید. کچه خودش نبیرتون رو آورد. دیگر او نمی تشکیلات نیست. اکنون به سربازان تسلیم می شود. روز بخیر. چی حال دارید امک؟ خوبی؟ تشکر دخترم خوبم. ایزبان چی میخوایی؟ آوازم گرفته است سرم درد میکند. مرا یک معاینه میکردید آقای دکتر؟ کار دارم نمیتوانم. چی کار دارید؟ بیا قیزبان من تو رو معاینه میکنم. آقای توهیر نبیره آقای زینال را معاینه کرده ایستاده است. مگیر این درد سرت را صحت میکند. تو سببی درد سرم رو معاینه نکرده چرا با من دارو میدهی؟ من سببی درد سرت را میدونم قیزبان. کنجکاوی. ای خدا گویا شما رو میخورده باشم. ای بیامونه. دکتر من در اینجا مانده نمیتوانم. ایست کچه تو رو پنهان میکنیم. سینام ده رو تگورو کرده مرا مییابد. من چیکار کنم؟ آقای زینال به ما کمک کرده میتوانید. چرا نه؟ بر مقابل ظالمان مبارزه بردن کاری خوب است. او را تا آمدن سربازان محافظت میکنیم چون که نبیرم را از مرگ نجات داد.
تشکر آقا. آدمان من در همین جا میمانند. من رفته از دیگر قبیله ها کمک میپرسم. سینان را انتظار میشویم. اگر رفت و هجوم کند این دفعه با اون میجنگیم. کنی راه گردید. زودتر راه گردید. زودتر. عجایب کو مگر من تو را بیهوده به نقطه ایتی بفرستادم مادامی که دکتر سربازان رو جیغ زدن خواهد انیق یگان گپ هست با خدا هیچ گپ نیست پدر هیچ گپ نیست میگویی دکتر بیکار نشسته است همین طور او دکتر کار میکنه نبیره آقای زنلر رو معاینه میکنه چه میگویی آن نبیره او را سینان برده نکشته بود مگر نه پدر کودک در همانجا بود با دو چشم خودم دیدم اگر دروغ گفته باشی دو چشمت را کافته میگیرم چرا با من باور نمیکنید هم کودک و هم آقای زینل در همانجا بودن کیزمان تو به چیزهای ضروری اهمیت نمیدهی اما به چیزهای نادرکار بینی میخرانی روا کن یگان خبری نشنیدی آمدم گپ زد این کودک را کی به اینجا آورده باشد الدو تو پیشتر رفته اطراف رو نظارت کن خوب شده آقای دکتر با کجا می رویم؟ به نزد خلق زلال او تو رو پنهان میکند فهمیدم بیایید می رویم آمدند به خدا که آمدند از برفین دیگر امید نیست خدیجه هم رفت پسرم را گرفتن نتوانستم ای خدای مهربان به من مدد رسان پسرم آمد بخیر است پسرم خلای زلال که چرا پنهان کردنمان لازم او کیچه است؟ به آنهایی که دخترم را زهرآلود کردن کمک نمی کنم خلای زلال که چه از تشکیلات گریخت به کمکمون احتیاج دارد آنها کیستند؟ آدمانی آقای زینال برای حمایت که چه در اینجایند آقای دکتر آمدند در نقطه تیبیاند سینون آمد دیلو تنهاست کودکم اونجاست که چرا با شما امانت میسپارم خلای زلال من باشم برای کودک را احتیاط کن پسرم تو اینجا من الدا لیکن شما تنهایید آقای دکتر اینجا من گفتم الدا الدو اون زن چطر پوش کی بود؟ کارتون نباشد بینت رو به هم سراخی نخلا بینیم رو نخلانه تا که بزنی آن زن رو نگویی و هیچ کجا نمیروان خانم قزبان مرا سرده التماس رو از پی کارت شم گفتم کو تو نگویی از جایم نمیجم بس قزبان بس سلاحدار آمده هجوم کرده تو را بینن گرفته میبرن احتیاط شد مرا میبرند پدر مرا میبرند شد جونکم شد لیلا سینون به اینجا میآید خدایا کودک رو مییابد تو کودک رو به خونه اتون بر با آدمانی آقای زینال خبر میدیم یک چند نفرشون همینجا نوبت دارستن رو لیلا رو مایداش زود باشید احاطه کنید تو اینجایید رفتیم کچه و کودک در کجا هم دکتر؟ چه خیلی که میبینی در اینجا کسی نیست
دیده ایستادم که در اینجا کسی نیست، اما میدانم که تو آنها را در جای دیگر پنهان کرده ای. مرحمت کوبید که چرا میابم دکتر؟ تا او را نیابم از این دیه نمیروم دکتر. رفتیم بچه ها، رفتیم. کنی گپ زن کیچه. با برفین چیکار کردید که خانواده‌اش را فراموش کرده است؟ حتی مادرش را نمی‌شناسد. تأثیری درست. چرا دخترم را به این احوال آوردید؟ تشکیلات چنین فرمان داد گفته به دیه هجوم میکنید، خانه های مردم را میسوزانید. حیف بس شما، این کارتان ظالمی است. حق است خالای زیبا، التماس ما رو ببخشید. در دستی آن ظالمان من هم ظالم شدم. من و دیگر جوانان رو دعوا گفته فریب دادم. ما رو با یکدیگر دشمن کردم. سینان در پیش چشمم خواهرم را پران. من باشم چیزی گفتم نتوان نیستم. در جایتان شینه. با من خوب گوش کنید. اگر کدامی از شما آن خائن را پنهان کرده باشد، او را میکشم. مرا فهمیده؟ مژده، خانه ها را کاب. چرا ایستاده ای؟ زود رفتن کابه. خوب شد از مژده. شما اون طرف را کابه. خوب شد از دوتر. تو در همین جاییست. شما چیکار کردید؟ چیکار میکنید؟ چرا با مردم اینقدر ظلم میکنید؟ ای بس! دمد را گیر رئیس. تا یافتن کیچه مردم دیه را عذاب میدهم. فهمیدی رئیس؟ شد فهمیده. در اینجا بیادن اگر دخترم دیده است که دکتر زنی ناشناسی رو به خانه زیر آورده است. یکشان آدمان سیلخداری در اونجا بودن. با دقت باش. روید گفتم. از این مردم این بیچاره چی میخواهید؟ روید از این دیهات از سرت ماند. بیایید میرویم. رفتیم. راه کردید. زود باشید. رفتیم بچه ها. زودتر. رفتیم. نترسید. از هیچ کس نترسید. فهمیده؟ من پشت و فنای شمایم. سینان، با کجا میرویم؟ به خانه مادری خائنم میرویم. او که چرا پنهان کرده است. اگر تو هم با آنها همراه باشی میمیری. دانستمان. به خدا با آنها یگان علاقه ندارم. راه کردید. شد دخترم، گریه نکن. به راه راست در آمدی. خداوند خطایی کرده‌ات را میبخشد. دخترم، کاش که برفین همچون تو گریخته به دولت تسلیم میشد. جزا داده آزاد میکردن، آیله دار شده صاحبی خانه بودر میشد. برفین یگان گناه نکرده است که به او جزا دهند. این طور نگوی دخترم. یک سربازی را کشته است. برای همین برگشته نمیتوانم میگوید. دروغ است. دخترتان سرباز را نکشته است. چی؟ شخصی رو که سرباز میپندارد از تشکیلات بود. سینان برای او دام گذاشته بود. تو راست گفتی که چه؟ بله، همش نقشه سینان بود. برفین اگر این را فهمد دیگر در آنجا نمیست. آمدم. بس جوری روی که چه؟ با کمکشان میاد. اگر تو را بینم میرسم. مبادا یکان تیر رفت و بد تیر رسد. راست میگویید خوبه. چرا ایستاده ای؟ حرام گفتم. نگید. زودتر.
پرانه. سنادار رو بده هجوم کردم. زد خود به عمل اومد. باز چی میخواهن؟ این دفعه از دست من رهاننده آورد نکرد. ایست حامد، ایست. سیلاداران در ده حضرت خور دارن تو باجی خوابی رئیس. این چی گپ است؟ آنها فرزندان ما را به کوم میبرن و خدا این دفعه آنها را زنده نمیگذارد. ایستید. آروم شوید، آروم شوید. آن دختوری دامادتان یک سیلادار را در خانه زیلال پنهان کرده است. سیلادار را پنهان کرده است؟ اینش کم بود که باز آدمای آقای زینه را در خانه زیلال پاسبان می‌ساخت. زیلال برای همین به اینجا آمده مردم را عذاب داد. چرا دکتر را حمایت چرا؟ چون که دکتر دیوانه شده است. عقلش را خورده است. آقای حامد ایستید. به کجا می‌روید؟ برای نیست کردن خائنان رئیس. زد به من گوش کنید. همه این عیب زیلال است. چی شما هم به دشمنتون یاری میدید؟ رئیس درست میگوید. ما با زیلال دعوای خونی داریم. بگذار سر یکدیگر را خورند. اکا حالا وقتی این گپا نیست. تا در ده بودن سیلاداران دعوای خونی را فراموش کنید. تو یکم بار مرا گوش کرده بودی حامد. از کجا فهمیدن؟ نمیدانم موقعی دکتر نمیدانم. ایسته چون میخواهی رو به نصیبت فیلم میرم. برو میگویم که تو چرخان رو نپرانده ای. نمیشه خلایزی رو. بیاید برای بردن من آمدن. بیاید زودتر. آدمانی آقای زینال مجروح شدن. آقای دکتر با دقت باشید. سینان و طرفی ما نگر. ما مثل تو از پشت نمیپرانیم. خلای زیلال بیسرم شما خوب هستید؟ شما آسیب ندیده؟ نه خوبیم. به ناموسها گریختند. خدا را شکر نجات یافتی دخترم. پایم طاقت کن طاقت کن نصیحت بشوی. طاقت کن وای پایم. کمی دیگر طاقت کن. انا بزرگ از آنها گریختیم. زینل نابکار از ده ها آدم جمع کرده آورد. همه با آنها یاری دادند. از 4 طرف هجوم کردند. بزرگ نجات یافتیم جناب سبا. من که چرا؟ انا همین که چرا؟ آدمی صادقی تشکیلات فکر میکردم. همون چنین فکر میکردیم. اما او با ما خیانت کرد. حالا با دستم میافتد. او را پوست میکنم. مجده احوال مجروحان چه است؟ جراحت یکش وزنین. او رو در درون خوابوندیم. دیگران خوبند. زود رفته از دیگر قرارگاه آدمان را گرفته بیار. شب بدیه هجوم میکنیم. اطاعت سینو. زودتر رفت. ایست مجده. نرو ایستا. چرا نرود؟ اول اینجا گذشته شین. آرام شو. گوش کن سینان. کاردی تیز به غلافش ضرر میرساند. که چه همه قرارگاه ها و انبارهای تشکیلات را میداند. اگر او رفته به دولت تسلیم شود ما را میفروشد. حیاتمان میسوزد. شما این را میفهمید جناب سبا. بغیر از دستگیر کردن که چه چاره دیگر نداریم.
حاجت به زد و خورد نیست. این کار رو دیگر خیل حل میکنیم. چیکار جناب؟ چیکار دیگر خیل حل میکنیم؟ تو باید مادری دکتر رو میآوردی. او رو میآورند. پگاه در قرارگاهی چقای شای میشوند. خب حالا باشد به من خوب گوش کن سینان. به دکتر خبر میفرستیم که برای وزی مادرش و نامزدش زینب که چرا با مودیت. مرا فهمیدی؟ لوری 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 بدنی نزوکش درمان شده است اما شفا می‌یابد انشالله. خداش تو راضی باشد پسرم. از شما هم آقای زینال، از شما هم. نبیرای بابا، جانی بابا. من آماده میکنم. جراحتت وزن نیست؟ خواطر نشوید. دیلو با تو یاری دیم. تشکر. اپای که جای یاری رسانده. کلی مرحمت خوراک رو آوردم. جناب مرحمت فکر میکنید که آنها دیگر نمیآیند؟ پس از رفتن سربازان سرمان در بالا میماند آقای حامی. پروا نکن، هیچ پروا نکن. گیره جناب مرحمت گیره خوش شود. تلفن کرده؟ حالا هم کار نمیکنند. دکتر سربازان رو با این کار همراه نکن. اگر سیلهداران با سربازان زد و خورد کنند میدانی چی بشود؟ دهخانه و در میمانه. میدانی دکتر خبر نشو و سرمان بلا میاری. نترسید رئیس. سر نداره. باید با سربازان بیان دادن که چه این منطقه از سیلهداران توزیع می شود. البته. دکتر چی شد که چه؟ احوال من چی میشه دکتر؟ صبر کن. سربازان در راهند. یک طرف است آلدو با تو یک سپارش مهم دارم. اجرا میکنم آقای دکتر. سربازان رو خبر دادم لازم. تو میروی؟ البته آقای دکتر. وقتی که شما میگویید البته میروم. و شما اشتیایی تام. قزبان اینجا بیا. تو میدانی دکتر آلدو رو به کجا فرستاد؟ من میدونم. یکی لحظه میفهم. سفرها بخیر. تشکر. لیکن به تو نمیگویم. این مخفی با من گفتم چوپان. یا نگویی یا میمونی. چرا داد میزنی؟ چرا داد میزنی؟ نخواهم خیلی سوال دیم. توبه. آخی سوالت رو مهربانانه ده بعد جواب میدیم. مرا دیوانه نکن چوپان. تو با کجا میروی؟ نمیگویم. سوالت رو به کلمه چوپان ده. تو با کجا میروی؟ باز در آخرش این جانکم گوی. آلدو گربزن با کجا میروی؟ جانکم. نشد. باز نشد. جانکم را دقیق گفتی. جانکم را از صمیم دل باید گفت. جانکم. تو با کی به ما مسخره میکنی؟ مسخره نمیکنم. جانکم. یادم کی؟ ایستو. ابله. ایستو بس میگویم. تو با کی کجا میروی؟ ایستو میگویم. ایستو جانکم. از چیزا میروم. ایستو میگویم. در این جهت چی گپ است رفیق؟ در هر یک قدم یک سیلهدار ایستاده است. بخیر است جناب. در این وقت شب با تو گفتنی دارم. گوش کن. از تشکیلات برایت پیامی آوردم. بیا با من. بیا. دستتان درد رو نبیند ینگه. اوه اکا خوش آمدید. کجا شدید؟ شما که دیر کردید کودکان خوراکشون خورده خواب رفتن. مایلش هیچ گم نه. شما نشینید من حاضر خوراک رو گرم کردن میخورم.
مایدش راو با من بیا حمید و تو گپ دارم. اکا چرا سروسی مایید اول خوراک نه اول بیا گپم رو گویم. اکا او خوراک تو رو بیا درا در سروسی من خوراک آوردم آقای زینال. تشکر خواهرم، تشکر. پسرم خوراک آوردم. تشکر خالای زلال، بدتر میخورم. پسرم چند روز باز نه خوراک خوردی نه خواب کردی. این طور نمیشود، بیمار میشوی آخر. هیچ چیز نمیشود انشالله. مادرم رو به یادم میارد. من هم مادرت حساب میشوم. چرا گریه کردید خالای زلال؟ آقای دکتر با تو گپ دارم. گوشم با شما پدر. اینجا بیا پسرم. در اینجا جای خوب نیست. خوراکتان رو خورید، شما رو به خونه آقای یشل میبرم. تشکر. به شما اشتیایتان. بیا پسرم بیا پسرم. بخیر است. جناب سبو خبر فرستاده است. جناب سبو؟ بله جناب سبو. تشکیلات میخواهد که بر عوض مادرت و زینب کیچه را به آنها دهیم. من هم همین رو تخمین میکردم. گوش کن، کیچه را به آنها میدهیم. من دخترم را، تو باشی مادر و همسرت را نجات میدهی. باشی میخواهی. گوش کنید، زینب و مادرم رو نجات میدهیم گفتن نباید کسی دیگر رو با سوی مرگ فرستیم. گوش کن، از این کیچه به ما چی فایده؟ بگذار نزدیکان ما نجات یابند. نمیشود آقای حمید. نخود تو یک زنی سلاح بدست رو از مادر و همسرت بالا دانی؟ داماد تا نصف روزی مهلت داره. آقای حمید روز میگویند بهترش مرا به تشکیلات سپارید. که چه؟ آقای دکتر راضی شوید وگرنه به نزدیکانتان ضرر میرسانند. اکنون برای من فرق ندارد یک عمر در محبس باشم یا که تشکیلات مرا به قتل رساند. دیگر چیزی عوض نمی شود، اما شما می توانید بر عوض من نزدیکانتان را از مرگ نجات دهید. که چه؟ تو هم از اسرار تشکیلات رو میدانی. با بیاناتی داده تشکیلات ضرری زیاد میبیند و هم زینب نجات مییابد و هم مادرم. هزارها آدمانی بیگناه نجات مییابند. من شرطشون رو قبول نمیکنم که چه؟ و تو همه کارهای تشکیلات رو با سربازان نقل میکنی. خوش آمدید خالای فاطمه. خوش باشی پسرم. بخیر است. یکون شکایت داره. داروهای دادم فایده نکردند. فایده کردند، لیکن من برای دیگر چیز آمدم. برایت خوراک آوردم. از همه خوراکی دوست داشته را آش شود. چرا زحمت کشیدید خالای فاطمه؟ چه خیلی زحمت. فکر کردی تو را گرسنه نمیگذاریم. مادرت و همسرت نیستند که به تو خوراک میپسد. کنم نشده خور پسرم آش شود. خدا از شما راضی باشد خالای فاطمه. خیلی شب خوش. و شما هم.
خیلی زیاد پزمان شدم. خیلی. معلوم می شود که مردم دهات را بهوده دوست نمی داشته است. تو انسان خوبی دکتر. مرا با آنها سپرده نمی خواهی. میلش. می خواهم پیش از بسر بازم تسلیم شدنم خانم رابیه را رها کنیم. اگر خدا کمک کند معلم زینب را هم می‌یابیم. در کجا بودن آنها را می‌دانی؟ باید صبح خانم رابیه را به قرارگاه چقیشه بیارم. سینان هم در آنجا می‌شود. با ما یک چای بیاره؟ خوب شده سینان. آمدن سینان. مادری دکتر هم آمد. مادری دکتر هم آمد. باز با شما روبرو شدیم خانم. چرا مرا زنده نگاه می‌دارید؟ طاقتم تاق شد. بهترش مرا پرونید و این عذاب به آخر رسد. با گناه پسری دخترت او به سرش بلا آورد و آن بلاها را تحمل میکنی. او را بغار برتا پرتاید. برید زودتر. دیگران از پی کارشان شود. زودتر رو گرده. تو جایت رو خوشو نگاه کن. لبای گپ زن سینان، گوش میکنم. مادر دکتر را به قرارگاه چقیشه آوردیم. خیلی خوب، جواب آنها را انتظار میشویم. اگر خواهی معلمه رو هم بیار. معلمه در همین نزدیکی است. وقتی آمدنم او رو هم میگیرم جناب صبا. کنی ببینه برای وضع کردن کیچه با این دو نفر راضی میشوند. راضی میشوند، البته راضی میشوند. خیلی پزمان شدند. میدونند که اگر کیچه را ندهند چی میشود و هم کیچه در نزد آنها چی قدر دارد. برای یک سلاح به دست جان نزدیکانمان را در خطر گذاشتی. این کارت خوب نیست. و خدا اکا من هم در اول به مثل شما فکر کرده بودم، اما شب هیچ خوابم نبود. وجدانم قبول نمیکرد. دیده و دانستن نفر را به مرگ فرستادن از روی آدمگری نیست که. و خدا من با دامادم راضیم. پسرم زینب و مادرت را چطور نجات میدهیم؟ که چه نقشه کشیده است؟ ای به من گوش کنید. نقشه کشی را بس کنید. هم دخترت را و هم مادری داماد را میکشید. شما خواطر نشوید امکی رافی. هر دویشان را صحت و سلامت میباریم. میبینیم. اگر به آنها یگان چیز شود از خودتان گله کنید. من دیگر کاردار نمیشوم. دکتر خاله هم در درون است که چه؟ بله خاله. چند ساعت شد درباره چی گپ میزنند؟ من هم با تو میروم داماد. برای شما ممکن نیست. فراموش نکنید که دلتون بیمار است. راست میگویی. خدا مددگارت باشد. پیش از رفتنت خبر میدیم. خیر. حل شد که چه؟ چی گپ شده است پسرم؟ به یگان جا میروید؟ جای خواطری نیست خاله زیلو. به من فهمون که چه؟ این را گفته نمیتونم خاله زیلو. به من هم نمیگویی که چه؟ ببخشید خاله زیلو، البته به شما میگویم. یک عملیات میگذرانیم. معلمه و خانم رابیه را نجات میدهیم. خود دکتر هم اشتراک میکند؟
خوش آمدید. تشکر. خوش آمدید. خوش باشید. از کجا می آیید؟ از استانبول می آییم. از استانبول. یاشار جان چرا مهمان ها راست ایستادن؟ سلام علیکم. مرحمت بیاد. مبادا بگیرید. مرحمت. خوش آمدن. کنی چای بیارید. تشکر. چای. کنی مرحمت شینید. مرحمت. خوش آمدن. یه بار دیگر خوش آمدید. خوش آمدید. استانبول کجا و این دهه ما کجا؟ بله. بخیر از جناب. ما به نزدیک آقای طاهر آمدیم. خیلی خوب. ما را به نقطه طبی بردم میتون؟ زحمت نکشید، من آقای دکتر رو به همینجا دعوت میکنم. رستم رفت آقای دکتر رو دعوت کن. کنی زودتر. کنی چای رو بیار. اول با میمون هاته. همه آدمان را گرفته روم، دیه را که حمایه ما میکنم. هم همین رو میخواهیم. خبری به حمایه ماندن دیه زود به گوش سینان میرسد. او باشد برای ما رو دستگیر کردن قرارگاهش را ترک کرده به اینجا میآید. ما باشیم به قرارگاه چقیشه هجوم میکنیم آقای زینب. با خدا که نقشه خوبی کشیده ای کیچه. با ما 4-5 کس دیگه بس است. از دیه برآمده با آنها در اکایبو میخوریم. مایلش لیکن نبیرم چی میشود؟ تا آمدنی ما دل او رو در خونه اش را نگاه میکند. با شما چی شد خدای زیلون؟ چرا در تحقیقید؟ این دختر با کیچه نقشه کشیدن. با سلاحدارا هجوم کرده زینب و خانم رابیه را نجات دادنیم. آخر این کار خیلی خطرناک است. کسی نفهمد. با تو گپ دارم پسرم. مرحمت خاله زلال. بیا در بیرون گپ زنیم. آقای دکتر مهمان ها شما را انتظارند. مهمان ها از کجا؟ 2 نفر از استانبول آمدند. در چایخانه نشستند دکتر. مایلش حاضر می آیم. خاله زلال بعد گپ میزنیم. مایلش پسرم. خوش آمدید. نور و صفا آوردید. تشکر آقای رئیس. همدیگانتان ما را خوب قبول کردن. دهی ما همین خیل مردمش میهمان دوست. انا آقای دکتر هم آمد. بیایید دکتر بیایید. بیا پیش آمده. مرحمت کردشی. شما شما را یافتن خیلی مشکل بود است آقای طاهر. نامم رو میدانید. ما مگر شناسیم؟ نه شناس نیستیم. ما شما را از مقاله در روزنامه بوده میشناسیم. فهمم. درباره‌تان معلومات جمع کردیم. تشکر. یک بار از این مقصد بیاییم. میخواستیم با شما تنها صحبت کنیم. چه گپ داشتنتون رو نمیدونم، اما در همین جا هم گپ زده میشه. گوش کنید دکتر. ما نمایندگان یک بیمارخانه مشهوریم. میخواهیم شما در بیمارخانه ما کار کنید. من جای کار دارم. آقای طاهر در بیمارخانه بهترین دولت ما کار خواهید کرد. از روی اختصاصتان همه شرایط ها مهیاست. پول خوبی به دست میارید. دکتر حالا دیدی چه لحظه؟ من در نقطه طبی هم خوشبختم. چون این جوابتان را تخمین کرده بودیم، اما در اینجا پولی پیش پرداخت و کم هم نه. شاید فکرتان را تغییر میدهید. دکتر پولی کلام بوده است. گپی مرا گیری. زود جمعدانت را آماده کن. یک دمیز دکتر تویی. یک دمیز. یا خدایا چه گفتم؟ برای با مردم شهر کمک رساندن دکترانی زیادی هستند، اما در این دهه برای کمک مردم تنها منم. تکلیفتون عالی است، اما برای پول شده این آدمان رو پرتافته رفتن نمیتوانم.
در اینجا موندنم برای دولتم بهتر است. آفرین بیسرم، آفرین داماد، آفرین. این دهه عقل دختر را برده است، تماما بی عقل شده است. اینقدر پول را رد کرده می شود؟ با فکرم سودا کردن می خواهد. این خیلی نگوید رئیس، معلوم که دختر ما را حالا هم نشناخته اید. چقدر پول ندهان اون همه روند. خدا از او راضی باشد، او انسانی خوب است. بله شما همیشه فکر کردن گیرید، مقصدی وای دیگر خیلی است. دیگر شما همه چیز را نادرست میفهمید. مایداش روید از پای کارتان شوید اکو. نه برای این چسبیده مونده است. شاید مقصدی رئیسی ده شدن باشد. خدایا از دهانم شمال برد. توبه کردم. پدر چی میخواهی قزمان؟ آقای زینال رفته ایستاده است. او زمانش را هم میبرد. به کجا میرود؟ من از کجا دونم؟ خدا این چطور میشود؟ با خدا که رفته ایستاده است. بیایید ببینید. بیایید انا بینید. بخیر است. آقای زینال به کجا میروید؟ با ده همان برمیگردیم رئیس. مایلاش رای سفید. پسرم نرف، با تو یگان چیز شود من میمیرم. نترسید خاله زیلال، مادرم و زینب رو گرفته میآیم. این کار آسان نیست. دیلو کودک رو زود به خانه اتان بر. خوب شده است آقای طاهر. نبودن این مورو کسی نباید فهمد. خواطر نشوید. رفتیم. آقای طاهر چی میخوای دیلو؟ خودتان رو احتیاط کنید. خواطر نشو. بلغانه دشمن می درایم. خدای آنها را در پناهت نگاه دار. اینقدر وقت گذشت این آدم حالا هم زنگ نمیزند. خواطر نشوید زنگ میزند. دو از سوار می آید سینان. همه آماده شوید، سلاح ها را گیرید. مژده. این جناب سباست. کی؟ جناب سبا؟ کنی زود رفته جناب را پیشواز گیرید. کنی روید زود رفته اسمشان را دارید. روید. شامدید جناب سبا. خوش باشه. خوش آمدید مرحمت. تشکر. همه جا با جا شوند زودتر. جایهایتان رو اشغال کنید. گرسنه نیستید؟ یکان چیز بیارم؟ چای بس است. بخیر است جنابی سبا. سینان از رئیس شهباز خبر آمد. آقای زینال آدمانش را گرفته با دهه گوزلچه رفته است. آنها چرا دهه را ترک کردند؟ معلوم می شود که چرا با ما می دهند. دیگر علاج ندارند. که چرا می دهند اما مادر دکتر را نمی گیرند جنابی سبا. من هم همین خیلی فکر کردم. برای همین روبرو گپ زنیم گفتم. معلم و مادر دکتر را بر نمیگردانی. تو باشه البته که چرا از آنها گرفته بیا. میگیرم. جنابی سبا ما را همین خیلی بعضا خبر گرفته ایست. البته. تشکر سلامت باشید. پینون شوید. آمده ایستادند. پینون شوید. راه خودتون را احتیاط کنید. البته. شما هم خودتون را احتیاط کنید. خیر برای کار. اکنون نوبتی ما رفتیم. زود باشه. این طرف رو جمع شوید. همه یک جا جمع شوید. زود باشه. اینجا جمع شوید. تنشین چه گفتم؟ نقطه ای که بی خالی از دکتر در کجاست؟
در خانهش نیست. پس در کجاست؟ در کجاست میگویم؟ احمق ها کنی گپ زنید. انیق با همراهی کیچه پنهان شده است. آنها را که پنهان کرده است. آنها را که پنهان کرده است. کنی گپ زنید نباشند همه اتان را میکشم. کنی گپ زنید. گپ زنید که آنها را پنهان کرده است. همه اتان را میکشم گفتم میکشم. گپ زنید. کنی گپ زنید. چه نمیدونید. کنی گپ زنید. گپ زنید. کنی گپ زنید. کنی گپ زنید. گپ زنید. گپ زنید. کیچه در کجاست؟ دکتر در کجاست؟ گپ زنید. گپ زنید. شما را نیست و نابود میکنم. آتش میزنم. گپ زنید. دکتر در کجاست؟ اگر گفتن نخواهید حالتون را میبینید. مجده لبای سینو دیگه را یک و یک کامل ایتوات سینو با من بیایید. رئیس سلاح با دستان باز به ده هجوم کردن. چیکار میکنیم؟ اول شینید کمی آرام شوید. میلش رئیس میشینم من هم خون میگیرد اما من چیکار کنم همی؟ بر ضد سلاح داران برآمدن نمیتوانم. آلدو نزد سربازان رفت. برای خبر کردن؟ بله دکتر فرستاده است. آقای حامید این دکتر همیشه پنهانی کار میکند. رئیس سربازان تا حالا نرسیدن. بیا یک زنگ زنی میگویم. با کدام تلفن؟ این تلفن شکست دیگرش باشد کار نمیکند. تو از همه کار خودت رو دور میکنی. این ده را غارت میکنند و تو پروای نداری. با من چی داد میزنید؟ رفته به دامادتون داد زنید؟ پنهان نشده برای در کشور هم بیهد. داماد من پنهان نشده است. برای نجاتی زینب و مادرش رفته است. نخواد. راست میگوید؟ سینان در اینجاست گفته دکتر به قرارگاه آنها رفت. رئیس گپ همینجا ماند. میلش؟ البته شما نگفتید. من نشونیدم. شینت چای نوشید. میلش چای می نوشیم. تو کیستی؟ رو از اینجا. مادر جون شما رو میبینم پنهان شده. مادر جون سینا نباید شما رو بینن. برفی من تو گپی مهم دارم. گوش کن میدونی اما سربازی را که پرانده و گفته بودی نمورده بوده است. چه خیلی پنهان شده. لبای سینان این خانه را سوزاند. سوزانم؟ چرا سوزانم؟ مجده احمق دختر آدم دلسوز است. خبری سوزاندن خانه ها را فهمد میبراید. و که گفتم عمل کن. سینان اینجا بیا. شید سینان با تو بازی کرده ایستادند. چه بازی؟ دکتر با کیچه و قرارگاه برای گرفتن مادر و زنش رفته است. بیناموسا و قرارگاه چوغشای رفتن. مادری دکتر هم در آنجاست. کیچه از این خبر داشته. مقها مرا بدام افتانیدن. هم دکتر و هم کیچه را میکشم. مجده زود جمع شوید میرویم و قرارگاه بار میگردیم. دکتری احمق کیچه احمق هر دیتان مردید. پسرم بدان می افتد. قرارگاهی چوغشای من آن جای رو میدانم.
در آنجا پاسبان گذاشتند. شاید مادرم در آن غار باشد. شاید. آنها تنها 3 نفرند. در درون غار بودنشان عمیق. با دقت باشید تقسیم میشویم. پاسبانان را تیرباران میکنیم. پراندن را بعد از من سر کنید. ایستا که چه؟ میخواهی این آدم را بکشی؟ بله. نمیشود که چه؟ باید این کار را بخون ریزی اجرا کنیم. چرا؟ خون نریزانده نمیشود دکتر. اگر آنها را کشیم ما از آنها فرقی نمی کنیم که چه؟ راست میگوی دکتر. ایست. کیست در اینجا؟ مادر جانم من خوب میبینم. من برای شما اومدم. بسرم بسر جانکم بسرم. زودتر رفتیم. زودتر خیزد خیزید مادر جان. رفتیم. راه گردید مادر جان. راه گردید. همه‌اش خوب میشه. راه گردید. جانکم. مادر جان فکر میکردم که دیگر تو رو نمیبینم پسرم. حالتون خوب است؟ من خوبم. تو خدا چی حال داری؟ پسرم جانکم. من خوبم. آرام شوید. خاله زیان خداوند بخیر گرداند. تشکر زیان. خاله زیان شما در اینجا چه کار میکنید؟ سینان در اینجا بودنتون را فهمید و اینجا میآید. زود از اینجا روید. که چه با مو راه نشان دهید. از پس من آید. رفتنی ایسته. در جایتان ایسته. از جایتان نجنبید. دکتر سلاحایتان را پرتاید. نجنبید. کنی سلاحتان را پرتاید. پرتا خاین. پرتا گفتم. سگ خاین. پرسیدن عیب نیست. سفرها بخیر. مهمانداری را ندیده با کجا رفتن میخواهید؟ شما را ضیافت نداده جواب نمیدیم. همه دشمنانم در همین جا. دکتر، کچه، سیلال. آخری راهی همه‌تان همین جاست. کلمه‌تان را عرضه کنید. پیراهن تقدیر. فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.